ببخشم، سوال من اینجا بود که در ماه رمضان خانم‌ها مثلا از مواد آرایشی که استفاده میکنن، آیا این برای روزیشان کدام نقصی دارن یا خیر؟ مواد چی استفاده میکنن؟ آرایشی. مواد آرایشی برای شوهر بله. خود یا برای مردم بیرونی؟ نه، در ماه رمضان از مواد آرایشی استفاده میکنن. در ماه مبارک رمضان اگر کسی از مثلا چربی ها هست، اگر کس مثلا کریم استفاده میکنه، کریم بالای روزه کدام تاثیر نداره. اگر کس کریم استفاده میکنه و مثلا بعضی از وسایل آرایشی که در بین خانه خود استفاده میکنه، او کدام تاثیر خاصی نداره. تنها روزه را چیزایی که مثلا اگر در گوشت کدام قطره چکانی گپا انداخته میشه، دواها و اونطرا، یا که مجرای داشته باشه. اما کسی اگر کریم میکنه روی خود یا دستای خود یا چیز آرایش استفاده میکنه، بنابراین در صورتی که برای محارم خودشان در داخل منزلشان باشه، این کدام پروایی نداره.